وزارت مدافع ترکیه روز دوشنبه 15 فوریه خبر داد که مقامات این کشور اثنای عبور غیرقانونی مرز سوریه با ترکیه 3 شهروند زلندیایی نو را بازداشت نمودند. طبق معلومات ترکیه، زن 26 ساله که با طفلش بازداشت شده است با عضویت در سازمان دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش متهم می باشد. نیروهای امنیتی ترکیه این زن را با درخواست اینترپل در شهر ترکی ریحانی واقع در مرز با سوریه دستگیر کردند. منصبداران امنیتی ترکیه میگویند فعلا بازپرسی این خانم جریان دارد. سپس او و کودکانش به زلندیای نو انتقال داده می شوند. اینترپل این زن را با ورقه کبود جستجو داشت، یعنی تشخیص مکانی بود و باش و تشخیص هویتش را در تحقیق جنایی منتظر بود. دیروز دادستان‌های آلمان گفتند که 5 شهروند تاجیکستان را رسما به عضویت در گروه داعش و فعالیت در حلقه این سازمان در آلمان متهم کردند. در بیانیه دادستانی کل آلمان آمده است که دادستان‌های فدرالی پرونده را روز 1 فوریه به دادگاه شهر دیوسلدورف سپردند که ماه گذشته در اینجا یک شریک این 5 نفر را با گناه عضویت در گروه داعش، تأسیس حلقه سازمان در آلمان و تحریزی 2 حمله به 7 سال زندان محکوم کردند. با گفته دادستان‌ها هدف این گروه که با راهبران داعش در سوریه و خراسان ارتباط داشتند انجام حمله در آلمان بوده است. صاحب نظر غیرتشاه سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که هنوز در مرحله نخستین مرافعه سفارت به مؤسسه‌های مربوطه آلمان تماس گرفته آمادگیش را برای رسانیدن کمک‌های حقوقی به شهروندان تاجیکستان پیشنهاد نمود. دستگیر شدگان با رد کردن پیشنهاد از اداره‌های آلمان اصرار نمودند که نام و نسب آنها فاش نگردد.